اومدم در یخچال رو باز کنم برم یه چیزی بخورم. کلیدم فستینگم. حس ماه رمضون بهم دست داد که نمیتونم چیزی بخورم. از 9 شب دیشب تا الان که 3:40-50 است. حالا ما میگیم 4. چند ساعت میشه؟ 12 به علاوه 6 18 به علاوه 1 19 ساعت شد واقعا. حالا من 19 ساعت هیچی نخوردم جز آب و چای. فعلا سالمم. ببینم اگر زنده بودم این ویدیو رو براتون میذارم. ولی امروز ساعت 7 قراره برم باشگاه. قراره ساعت 5-5:30 این فستینگ رو بشکنم و برم باشگاه و بعدش هم شام بخورم و احتمالا باز بعد از باشگاه شام خوردن دوباره فستینگ 16-17 ساعته 24 ساعته نمیدونم چی میشه دوباره شروع میکنم.